در ولایت خطلون برای فهماندهی به مردم 1800 کارمند دولتی جلب شدند. اعضای این گروه کارمندان ساحه معارف، تندرستی و وکیلان محلی می باشند. وظیفه آنها سر زدن به منزل‌های ساکنان و گذرانیدن صحبت‌ها با مردم بوده است. صحبت‌ها اساساً درباره پوشیدن لباس ملی و جلب جوانان به ارتش انجام می‌شده است. رئیس ولایت خطلون دولتعلی سعید گفت که قبل از این همه کارمندان از آموزش گذشته‌اند. برای بالامردان پیش از همه آموزاندن همین گروه‌های کاری در تمام شهر نویو ما سمینارها گذراندیم با جلب متخصصان از سطح جمهوری دعوت کردیم و این چنین یک گیم که دستورالعمل متدی هم توصیه‌ای هم و گیم که گروه‌های کاری ما تهیه کرده من پیشنهاد دادم. مقامات این تشبث را اصول خانه به خانه نامیده اند. هنگام وارد شدن به هر منزل آنها عکس میگیرند و در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. تا ماه اوگوست سال 2024 این گروه ها به 621205 خانه سر زده صحبت ها گذرانیده اند. ما با طریق مجازی اونلاینی صحبت رو برگزار می‌کنیم و معلومات پورا می‌گیریم که امروز با چند خانه با اصول خانه به خانه کاربری انجام داده شد، چند نفر اولیه‌هایی که مورد توجه به کاربری قرار دارند و مخزن یگانه معلومات وارد کرده شد و ما بداوری با اون اولیه‌های کاربری رو انجام می‌دهیم. با گفته رئیس ولایت این اصول به مقصد پیشگیری از افزایش خرافات پرستی میان جوانان راه اندازی شده است، زیرا این مسئله آنها را نگران کرده است. او گفت که به این راه آنها عائله‌های آسیب پذیر را آشکار میکنند. معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حفظ حقوق این مسئله در که مقیاس ولایت نگران کننده است. مخصوصا گراییدن جوانان با حرکت‌های اکستریمیستی است. خرافات پرستی، افراطگرایی بسیار زیاد هستند. از همین لحاظ آن معلومات‌هایی که حالا گفتم این معلومات‌های واقعی است. رئیس ولایت گفت که او هر روز از مقامات حفظ حقوق و معاونانش حسابات میگیرد و گروه‌هایی که در اجرای کارشان ضعف دارند بازآموزی میبینند. ساکنان نیز میگویند که صحبت‌ها اساساً درباره فهماندهی به جوانان، آمادگی به زمستان و پیشگیری از افراطی شوی روانه شده‌اند. صحبت کردم پرسیدن که در روسیه یگان کس هسته کار میکردگی همیارا پرسیدن گفتم که هسته مفتم ها هسته شوهر مای بچه مای خیلی پرسیدن تحقیق کردن که خیلی گفت زدین بگنشون که به هر گروه ها باور نکنن مثلا شکر کنن احتیاط کنن خچونن همیارا پرسیدن رفتن. منتقدان میگویند که این یک وسیله دخالت به حریم خصوصی ساکنان است. اما مقامات باور دارند که با این راه پیش راه افراطی شوی جوانان گرفته می شود.